دوستان نازنینم، درود بر شما. توی ویدیوهایی که راجع به کتاب پدر پولدار پدر فقیر آقای کیوساکی با هم صحبت کردیم، درس اولی بود که برای پول کار نکن، بذار پول برات کار کن. چند تا از دوستان پیام دادن که آقا ما الان که با چند صفحه خوندن کتاب و چند تا ویدیو نمیتونیم باعث شیم که پول برامون کار کنه. هنوز مجبوریم شغل‌هامون رو که خیلی هم دوستش نداریم و واداریم که روش کار کنیم و درآمدش هم خیلی نیست نگه داریم. واقعیت اینه که آقای کیوساکی تو همین کتاب گمان میکنم توی مقدمه این کتاب میگه که یه زمانی تمدن رو کشاورزی میچرخید و کسانی که زمین داشتن قدرتمند و ثروتمند محسوب میشدن. بعد از اون تمدن تبدیل شد به صنعت و کسانی که کارخونه داشتن، صنعتگر بودن، اونها قدرتمند و ثروتمند حساب میشدن. زمانه جدید زمانه‌ای که دانش و اطلاعات ابزار قدرت، دنیا بر اساس اطلاعات داره اداره میشه. پس همزمان که داریم اون شغل‌های underpaying رو، شغل‌هایی که دوست نداریم رو، شغل‌هایی که درآمدش زیاد نیست رو ادامه میدیم، میتونیم توشون اطلاعات کسب کنیم، دانش سرکسب کنیم. خود من چیزهایی که توی اصلیه یاد گرفتم رو توی ونکوور استفاده کردم و چیزهایی که تو هر شغل یاد گرفتم رو شغل بعدی استفاده کردم و برای اون روزی که قراره شغل خودم رو استارت بزنم، بیزنس خودم رو شروع کنم، تمام چیزهایی که تو این سازمان‌هایی که بعضیشون با مدیریت‌های بسیار غلط اداره میشد رو استفاده خواهم کرد. راجع به این مبحث توی یه ویدیوی دیگه مفصل صحبت خواهیم کرد. تا زود.